تو میدونستی که دانمارک با اینکه بزرگترین تولید کننده آبجو توی دنیا هست، هر سال دانمارکیا برای اینکه آبجو و مشروبات الکلی و غیر الکلی ارزونتری رو بگیرن میرن آلمان و خریدشون رو میکنن و برمیگردن. و دلیلش هم این هستش که سیاستمدار دانمارکی مالیات خیلی زیادی روی آبجو، مشروبات الکلی، غیر الکلی، نوشابه و شکلات و شیرینی میذارن و در عوضش سوبسید خیلی زیادی رو روی شیر، گوشت و محصولاتی که فکر میکنن که همه آدما باید دسترسشون باشه و نیاز اولیه‌شون هست قرار میدن. برای همینم معتقدن که اگر آدما خیلی دوست دارن آبجو بخورن یا خیلی دوست دارن شکلات بخورن، پس قیمتش هم باید بپردازن و قیمت خیلی بیشتری داره نسبت به آلمان. تو نظرت چیه؟ به نظرت کار این سیاستمدارای دانمارکی درسته؟ باید سوبسید یا تخفیف رو روی مواد غذایی گذاشت که همه نیاز دارن یا اینکه مثل آلمان شکلات و شیرینی و آبجو هم ارزون باشه؟ پست و لایک کن.